ماه اکتبر سال جاری اولین بار در منطقه اروپا نمایش نگاره‌های تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان کشور دریاهای طلایی در آثارخانه گیمه فرانسه برگزار گردید. در دوام 3 ماه تاریخ و تمدن غنی ملت شرفمند تاجیک، موضعهای تاریخی سرزمین ما در عصرهای گوناگون، آثار فرهنگی و هنرمندی قدیمه و صنعت ناتکرار خلق تاجیک به مردم اروپا معرفی می‌گردد. رشد ساحه تندرستی. من پیشنهاد میکنم بعد برگردن نگار در خود موزه ملی گذاشتن در کار اعضای حکومت، وکیلان محترم، دیگر هیئت اینتلیجنسیا را برده بگذار همان اکسکورسوادایی که در آنجا معرفی کردن دعوت کنید که معرفی کنند. دانم بسیاری ها ما نمیخوانیم، نه میدانیم که چی است تاریخی گذشته خودم. رشد ساحه تندرستی و حفظ سالمی اهالی یکی از بخش‌های مهم میباشد. این بعد نیست همچون سمت افزایش‌ناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان باقی میماند. طی 30 سال استقلال دولتی جهت بهتر نمودن سالمی ساکنان کشور و برآمدن فعالیت ثمره‌بخش حفظ اجتماعی اهالی، اصول‌های معاصر تشخیص و تبابت راه اندازی گردیده، نیروی ذهنی ساحه و اینفراستراکچور مؤسسه‌های طبی و حفظ اجتماعی تحکیم و توسعه پیدا کرد. سال 1990 در تاجیکستان 2860 مؤسسه طبی با 52800 نفر کارمند فعالیت داشت. حالا در کشور 4700 مؤسسه طبی با 78800 کارمند فعالیت دارد. در دوام 30 سال استقلالیت برای ساحه تندرستی 187,000 نفر طبیب و کارمندان میانه طبی تیار کرده شده است. وابسته به زیاد گردیدن حجم مبلغ‌زایی ساحه تندرستی، صدها مؤسسه نوی طبی بنیاد و با تجهیزات معاصر طبی، نقلات سانیتری و دیگر لوازمات طبی تامین کرده شد. تنها در 3 سال اخیر، یعنی سالهای 2019 2021، در دایره نقشه کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 30 سالگی استقلالیت از همه سرچشمه‌های مبلغ‌زایی 1858 انشاءات ساحه تندرستی بنیاد شده است. این در 3 سال. 2807 در 70 سال ما در 3 سال 1850 مؤسسه وای کرد. خلاصت و صفت تشخیص و تبابت بیماران نسبت به سالهای پیش خیلی بهتر گردیده. برای تشخیص تبابت با کشورهای خارجی رفتن شهروندان به مراتب کاهش یافته است. در رابطه با این، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی وظیفه دارد که برای تامین نمودن دسترسی بیشتر اهالی با خدمت‌رسانی‌های بلنداختصاص و مخصوص گردانیده شده جهت بعد نیز وارد نمودن اصول‌های معاصر تشخیص و تبابت و تکنولوژی‌های اینواتسیونی در عملیه طبی مؤسسه‌های ساحوی چاره‌های ضروری را عملی نماید.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که با مقصد تشویق طرز حیات سالم، حفظ سلامتی اهالی و بهتر گردانیدن صفت خدمت رسانی‌های طبی و اجتماعی یکجا با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های طبی و اجتماعی را جانب نموده دایر به دستگیری متخصصان جوان، برابر داشتن سطح کسبیت کارمندان ساحه و یکجا با دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه و صاحبکاران در سمت تامین کردن رشد صنعت داروسازی از جمله استحصال داروواری از گیاهای شفابخش وطنی تدبیرهای مشخص است. حالا مؤسسه‌های طبی کشور با طبیبان 84% و با کارمندان میانه طبی 96% تامین می‌باشد. در 5 سال میانبر مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را از روی اختصاص‌های طب 13770 نفر و مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی طبی را 47880 نفر ختم می‌کنند. از این رو ساختار و مقامات مربوطه وظیفه دارند که کمبودی موجوده را دایر به نارسایی کادرها در 2 سال برطرف نمایند. تاکید می‌سازم که برای حل 2 مسئله مهمترین ساحه تندرستی تیار کردن کادرهای بلند اختصاص از جمله متخصصان بیماری‌های سیروحتی، ویروس شناس‌ها و رشد صنعت داروسازی باید تدبیرهای جدی و قطعی اندیشیده شود. هر سال به کشور به مبلغ صدها میلیون دلار داروواری از خارج وارد شده است. هر سال ما مسئله رشد صنعت داروسازی را باید جدی حکومت مملکت در یک جایگی با صاحبکاران مشغول باشد که در سالهای آینده این را کمتر شدتش را پستر کند. و بینید حال کووید نشان داد که بسیار دولت‌ها برآوردن فروش کووید به دیگر کشورها قطع کردند. خب بعد چیکار میکنیم؟ اگر یگان ویروس دیگر پخش شود، یگان اینفکسیون دیگر پخش شود، اگر خود ما عالمان ما دانشمندان ساحه طب ما خودمان اختراع نکنیم، نداشته باشیم صنعت داروسازی، چیکار میکنیم؟ این کادرهای بلند اختصاص شماره را من گفتم 187,000 لیکن تا حاضر کارمندان ساحه طب در شهر نوای مملکت نمیرسه. امروز در بسیار کشورهای دنیا موج نوی بیماری سیروحتی کووید 19 و فوت آدمان ادامه دارد. بنابراین به مردم کشور مراجعت کرده تاکید می‌نمایم که گرچند که این بیماری در کشور ما نیست، ساکنان مملکت باید بی‌پروا نباشند، به فارغ باور ندهند و این مسئله را هزل نشمارند. برعکس باید هوشیار احتیاطکار باشند و مصلحت و توصیه متخصصان و طبیبان را رعایت نمایند. آنهایی که از کشورهای خارجی می‌آیند باید حتما زیر نظارت طبیبان قرار داده شوند. چون این شخصان باید پیش از همه فکر اعضای عائله خود، خویشاوندان و جامعه را کنند. بینیدان اروپا، انگلیا، دیگر کشورها علاقه بین چه تحریم‌های جدی دیده ایستادند. با اوج 5 و 6 است. تا امروز 60% اهالی ایم کرده شده است و ضرور است که روند ایمگذرانی باز هم وسعت داده شود، زیرا یگانه راه مؤثر ایمن ماندن از این بیماری ایمگذرانی میباشد. جدی مشغول شدن در کار رهبران شهر نایاب، ولایت‌ها، جماعت‌ها و مردم ایتایست. حاضرین محترم، نقش بانوان و زنان در اعمار جامعه دموکراتیک و دنیوی خیلی بزرگ میباشد. طبق معلومات آماری زنان 49% اهالی کشور را تشکیل میدهند. امروز در کشور ساحه نیست که زنان و بانوان تاجیک در آن فعالیت پرثمر نداشته باشند.
حالا قریب 68% کارمندان ساحه تندرستی، بیش از 73% کارمندان ساحه معارف، 27% کارمندان علم و زیاده از 23% آنهایی که در ساحه کشاورزی فعالیت دارند زنان و بانوان میباشند. زنان و بانوان در برابر فعالیت در ساحه اجتماعی از جمله علم و معارف، خدمت دولتی، کشاورزی و صنعت، همچنین در ساحه نقلیات، انرژی، علاقه، ساختمان و معماری، بانکداری، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و در صف قوه‌های مسلح کشور نیز صافدلانه و صادقانه زحمت کشیده ساده. محض به همین خاطر برابر داشتن مقام اجتماعی زنان از جمله در مقامات رهبری کننده همیشه در مد نظر حکومت مملکت قرار دارد. با در نظر داشت این و با مقصد عملی نمودن هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 جهت تا 30% رسانیدن خدمتچیان دولتی و تا 25% رسانیدن کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و بانوان لیاقتمند در مهلت 3 ماه برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و بانوان بالیاقت برای سالهای 2023-2030 تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد کرده شد. ما باید یک نکته مهم را همیشه در یاد داشته باشیم که زن مادر موجود مقدس می باشد و همه سیاستمداران و دانشمندان و بزرگان عالم از جمله پیغمبر اسلام از دامان پاک مادر به دنیا آمدند و با شیر جانبخش او بزرگ شدند. واقعا مقام زن مادر در اسلام بسیار بلند می باشد و بیهوده نیست که در قرآن کریم سوره 4 به نام نیسا یعنی زنان نازل شده است. دوستان عزیز، برادران گرامی، در تربیت فرزند رولی کی بیشتر مشغول کی طفل را کی به دنیا میارد؟ طفل را کی به دنیا میارد؟ کی تربیه میکند؟ کی با تربیه فرزندان مشغول است؟ کی دانشمندش میکند؟ کی یارق به دستش میکند؟ مارشالش میکند، گنرالش میکند، نویسندش میکند، عالمش میکند، شاعر نویسند کی میکند؟ از کجا؟ همه خدمت ها در روزگار آیله داری بزمینی بر دوش زن است. همه یک طرف یک شبانه روز زیده‌دار در سر گهواره اگر ما شما یک عمر خدمت مادر را کنیم یک ذره یک شبانه روز خدمت مادر را در سر گهواره الله گفتنش نمیازه.
بنابراین با جا آوردن عزت و احترام مادران و زنان و بانوان و دختران سعی و تلاش به خاطر حل مشکلات آنها و فراهم آوردن شرایط برای علم و دانش آموزی و صاحب کسب و هنر گردیدن دختران وظیفه جانی ما میباشد. در زمان استقلالیت 11500 نفر دختران از ناحیه‌های دوردست کوهستان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. در این دوره 222,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ختم نموده، حالا باز 100,000 نفر دختران در این مؤسسات تحصیل کرده ایستادند. ما شرایط درجه خوب، درجه بهترین در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت برای دختران مهیا کنیم که آنها خوانند، کسب آموزند، هنر آموزند. از 42,000 نفر دانشجویان ما که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشورهای خارجی تحصیل دارند، زیاده از 8,000 نفرشان را دختران تشکیل می‌دهند. این شماره کم نیست. این جرأت در کار، سواد در کار، دانش در کار، زباندانی در کار، غیرت در کار. حکومت مملکت با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی جوانان لیاقتمند صاحب معرفت و وطن دوست خویشتن شناس، یعنی نسل آینده ساز ملت و دولت، در 30 سال صاحب استقلالی تمام شرایط و امکانات‌های ضروری را فراهم آورده است. طی سالهای 2011-2020 در کشور قریب 30,000 انشاءات ورزشی ساخته شده است. از شماره عمومی انشاءات به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی ساخته شده 23% را انشاءات ساحه ورزش تشکیل می‌دهد که این نتیجه توجه و غمخواری دولت و حکومت پیش از همه به نورسان و جوانان میباشد. جوانان آینده دولت و ملت، قوه پیشورنده جامعه و ذخیره استراتژی دولت و حکومت مملکت میباشد. من بارها تاکید کردم و امروز بار دیگر با افتخار ابراز می‌دارم که جوانان ما دارای حس بلند ملی و احساس گرمی وطن دوستی و وطن پروری بوده در مبارزه با همه گونه خف و خطرهایی که ضد دولت و ملتند آماده می باشند و منفعت‌های ملی را از هر منفعت دیگر بالا می دانند. ما با جوانان باننگ و ناموس خود افتخار میکنیم و برای حل مسئله آنها می‌باید نیست تمامی تدبیرها را عملی می‌گردانیم. اطمینان کامل دارم که جوانان ما در دگرگونسازی‌های جامعه نوین با فعالانه اشتراک کرده در معرفی دولت ملی، حفظ ارزش‌های استقلالیت و رشد تاجیکستان عزیز بیش از پیش سهم می‌گذارند. تأکید می‌نمایم که ما در 1000 ساله سیوم و عصر پیشرفت بی‌سابقه علم و تکنولوژی‌ها، یعنی در عصری که تمام جنبه‌های حیات توسط سواد و دانش و علم و تکنولوژی‌ها اداره کرده می‌شوند، زندگی داریم. برای همقدم زمانه بودن و رشد دولت و جامعه را تأمین کردن، آموزش علم و دانش، خصوصاً علم‌های طبیعی، ریاضی دقیق و از خود کردن کسب و هنر راه یگانه و درست می باشد. زیرا
با بیسوادی، جهالت و خرافات جامعه به جای نمیرسه. ما شاهد هستیم، دور نمیریم. تکرارا خاطرنشان میسازم که خرافات جهالت است و جهالت به انسان تنها بدبختی می آورد و باعث عقیمانی جامعه و دولت می گردد. بنابراین پدر و مادران عزیز باید شرایط مهیا سازند که نورسان و جوانان چی دختر و چی پسر باید خوانند، علم و دانش و کسب و هنر آموزند. در اصل نو کشورهای به حل دشوارترین مسئله موفق میشوند که از لحاظ ذهنی و تکنولوژی هستند پیشرفته. یک مثال عادی میارم، دور نمیرم، امریکا را اینجا نمیفراره. یک مثال عادی همه روزه امروز که تمام جامعه جهانی را به تشویش آورد، از آنجا ما شما. وقتی که بیماری کووید 19 همگیر شد، راه نجات از آن یعنی واکسن را فقط کشورهای پیشرفته اختراع کردند. برای چی مونه؟ سوال برای چی مونه؟ بینید چند دولت دنیا واکسن را اختراع کرد؟ همان کشورهایی که از لحاظ ذهنی، علمی، از حساب تکنیکی پیشرفته هستند، همان را اختراع کرد. 10-15 کشور باشد. همینطور است؟ یا نه؟ اگر واکسن نمیشد چیکار میکردیم؟ من سوال کنم، اگر واکسن نمیشد کشورهای پیشرفته اختراع نمیکردن، ما چیکار میکردیم؟ ما خود شاهد بودیم که این بیماری با خرافات تفاوت نمی شود. شاهد بودیم. همینطور است؟ چیکار میکردیم؟ این اثبات آن است که ما با تعلیم تربیت فرزندان به زمانه به جهان نو هزاره نو نگاه کرده قدم گذاریم با پیش با قفا عصری و فرهنگی عصری میانگی نه. بعضا تاریخ ما شما زود داریم میکابیم، تاریخ جایی که آن چیزی که بهترین است برای انسان، برای نسل ها پیشنهاد کردن ماده کار، برای پیشرفت فکر کنیم، برای آینده که با نسل های آینده چگونه کدام دولت را میراث میمونیم، چگونه دولت را میراث میمونیم. اگر ما دو عصر پیش را حاضر مهیا کنیم زندگی کرده میتونیم. در همون شرایطی که اولاد و اجدادای ما 1000-2000 سال پیش زندگی کردن، همین شرایط اگر برگردیم همون در زندگی کرده میتونن مردم. یعنی ما هم قدم زمان باید باشیم. مخصوصا من به جوانان بار دیگر همچون دوست، همچون رفیق، همچون پدر چگونه که قبول میکنیتان رو آورین با علم، هنر، دانش، کسب، هنر آموختن زبان خارجی این را آموزیتان. من پایانتر با هم ایستاده میگذارم. در زمانی که علم تکنیک با صورت کیهانی پیش می رود،
به دانش زمانوی، به کسب و هنرهای معاصر و به دانستن زبانهای خارجی زندگی کردن بسیار دشوار می‌گردد. برعکس کسی که علم و دانش و کسب و هنر دارد در زندگی هرگز خوار و زار و به کسی محتاج نمی شود و عمری با برکت ببیند. ما نسل آینده ساز را منبع نیست با استفاده از تمام امکانات ها دستگیری میکنیم. امروز ما مشاهده میکنیم، میبینیم که کشورهای پیشرفته طیاره‌های بسرنشین مسافربر در شهرها اتومبیل‌های تاکسی‌های بسرنشین به سوژواری دیزلی گویم از شعاع آفتاب حرکت کردن طیاره‌ها گویم که روش‌های برگرفته زندگی را پیش بردند. یعنی همه چیزی که ما داریم از خارجی است، از کشورهای پیشرفته. هر کس سوال با خودش دارد. اما تکنیک حتی لباس بدن ما را حساب کنیم، میباشد حتی همون جای نماز و قالین و دیگری که وای میکنیم، متاعی که سر میپیچانیم، جلکی که میپوشیم، متاع از کجا است؟ همون متاع از کجا است؟ آیا ما خودمان بافتیم؟ حالا که پخته داریم، هنر نداریم. لباسی که ببر میکنیم از کجاست؟ یعنی ما همه بایگری ما کمک به اقتصادیات کشورهای پیشرفته و ترقی کرده است. ما به اقتصادیات آنها کمک کرده. مال آنها را میخریم، استعمال میکنیم. با این دولت داری کرده می شود. نه نه ما شاهد هستیم که بعضا کشورهای بسیار بای هستند، از لحاظ ذخیره‌های بای نفت و گاز دیگر دارند، لیکن درباره سلامتی، درباره دیگر میباشد بعضی‌اش دندان در کند به خارجه میرود که مچان دولتی اعضای حکومت سرش در کند میتواند به خارجه جناب عالی جواب ده که توابت میرود. اعتقاد به طبیبان خود نداریم، یعنی متخصصای باید نداریم. یعنی در عصر نو، هزارای نو نکنیتون برادران عزیز، می شود وقت میتون سخنهای مرا فراموش نکنید، مخصوصا پدر و مادرها. من میفهمم بعضا جهتی ویشان بسیار بلند است، لیکن آینده تقدیر فرزندا را از حالا بدبخت نسازید، به خرافات تلقین نکنید. ما شما سرماده آهن نمیگیریم، ما میگذاریم. آینده فرزندان چی میشود؟ در قدی کوچه میمانند، محتاج میشود. من دائما در برآمدها تاکید میکنم، دولت را کی آباد میکند؟ ما شاهد هستیم که دولت را کی آباد میکند؟ متخصص، معمار، مهندس، عالم، دانشمند، اختراعکار. من تاکید میکنم
خدای تعالی بنده را حذف کرده است، عقل داده است، چشم داده است، دست داده است، آب داده است، زمین داده است که بهره بر، محنت کن، کار کن، زندگی تبین. عقل کار فرما. بله با کارهای بد دست نزن، کسی را زیان نرسان، نیکی کردن به همه. برای همین هم به معارف، به ساحه معارف جوانان تمامی ما از باغچه شروع کرده تربیه مانا، برنامه از نو وای کرده ماده کن. آموزن، بچه ها آموزن، سواد آموزن، سواد زمانوی آموزن، تکنولوژی را وای کرده ماده کن است. ما از همه به خود دشمن نتراشیم، با همه کشورهای عالم همکاری که ماده کن. این اشیاء بود در زمان عصری و دیگر با همه کشورها همکاری کردند. تحملگرا بودند. تحملگرا بودند. هموطنان گرامی، با پیشرفت جامعه مناسبت‌های جمعیتی پیوسته تغییر یافته در این زمینه به مناسبت‌های نه مطابق گردانیدن قانون‌ها شرط اساسی تامین نمودن رشد استوار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میباشد. بلند برداشتن سطح و صفت قانون‌ها، تکمیل مکانیزم اجرای آنها به طلبات جامعه و شهروندان، جوابگو بودن معیارهای قانون‌های عمل کننده در نوبت خود همکاری دائمی و همه‌جانبه شاخه‌های حاکمیت دولتی را تقاضا می‌نماید. با این مقصد مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی و دیگر مقامات خود ایجاد کننده را ضرور است که تحلیل منتظم قانونگذاری از جمله مانیتورینگ عملی شوی سندهای قانونگذاری را گذرانیده سطح مطابقت قانونگذاری مملکت را به هدفهای سیاسی پیش بینی گردیده معین نمایند و عاید به تکمیل قانونگذاری و بلند برداشتن ثمراناکی روند تطبیق حقوق چاره‌های سودمند شد. در برابر تهیه و قبول قانون‌ها، رعایت و اجرای قطعی آنها نیز مهم میباشد که رعایت نگردیدن طلبات قانون باعث پایمال شوی حقوق انسان، منفعت‌های دولت و جامعه، تشکیلات و مؤسسه‌ها، قانونیت و عدالت، افزایش جنایتکاری و بینظامی می‌گردد. ما این را سببی تا از سر گذراندیم سالهای 91 و 97. بنابراین پروکراتور گنرالی وظیفه‌دار است که نظارت رعایت و اجرای گردیدن قانون‌ها را از جانب وزارت و اداره‌ها و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها صرف نظر از منصوبیت و شکل مالکیت، اینچنین بلند برداشتن ساحه معرفت، سطح معرفت حقوقی شهروندان را پرزور نماید. در این روند مقامات سودی باید وظیفه‌های خدمتیشان را با مسئولیت بلند کسب اجرا کرده، بررسی سری وقتی، همه‌جانبه، پرره و خالصانه پرونده‌های سودی را برآمده، قرارهای قانونی و اساسناک قبول نمایند و به این وسیله حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، منفعت‌های دولت و تشکیلات و مؤسسه‌ها را تأمین سازند. معاملات غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌زاری تروریسم بین‌المللی به حساب رفته. با دیگر جنایت‌های متشکل فراملی از جمله افراط‌گرایی، سودای آدمان و خرید و فروش سلاح رابطه ناگسستنی دارد. از این لحاظ مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای مربوطه کشور را ضرور است که فعالیت خود را در سمت پیشگیری و مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر به طور جدی تقویت بخشیده، تمام امکانیت‌ها را برای آشکار نمودن گروه‌های متشکل جنایت پیشه و قاچاق مواد مخدر سفربر نماید.
با در نظر داشت طارب مرکب گردیدن وضعیت منطقه و جهان، اینچنین با مقصد بطور با اعتماد تامین کردن امنیت دولت و جامعه با حکومت مملکت، وزارت و اداره‌های داخلدار و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که با مسائل منتظم بهتر کردن شرایط خدمت و زندگی افسران و سربازان از لحاظ تکنیکی و تجهیزات نوسازی کردن قواهای مسلح و مخصوصا قشون‌های سرحدی، تشکیل درست هیئت ذخیره‌های دولتی، سفربری با لوازمات و تجهیزات تامین کردن، بلند برداشتن سطح کسبی و آماده باشی آنها اعتبار اولین درجه دهند. حاضرین ارجمند، میزان اساسی اصولی درهای گشاده که ما در سیاست خارجی خود پیش گرفته ایم، راه اندازی کردن و پیشبرد مناسبات‌های دوستانه، همسایگی نیک، شریکی، همکاری سودمند با کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و نهادهای بین‌المللی مالیوی میباشد. در این راستا میتوان تذکر داد که امروز تاجیکستان با 180 دولت دنیا مناسبت‌های دیپلماتی برقرار کرده، عضو کامل حقوق و فعال سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اسلامی و دیگر ساختارهای با نفوذ گلوبالی و منطقوی میباشد. در سیاست خارجی ما بر رشد میباده مناسبت‌ها با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، شریکان استراتژی، فدراسیون روسیه، چین و دیگر شریکان خود از قبیل اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای آسیا، خاور میانه و دولت‌های دیگر منطقه‌های عالم همیشه اهمیت خاص می‌دهیم. کشور ما حالا در حل مشکلات جهان و منطقه از جمله در مسائل وابسته به آب و تغییر آبی اقلیم، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی سهمی ارزشمند دارد. مخصوصا سلسله تشبس‌های تاجیکستان در بابت حل مشکلات آب در جهان که در سطح بین المللی همچون روند آب دوشنبه پذیرفته شده است، کشور ما را در عرصه جهانی به طور خاص معرفی کرده است. حالا اقدام چهارم تاجیکستان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 در سطح ملی و منطقوی و جهانی عملی شده ایستاده است. همزمان با این مسئله تغییر آبی گلوبالی اقلیم و ضرورت تلاش‌های مشترک برای رفع عاقبت‌های آن همچون مشکلات جدی زمان معاصر مورد توجه خاص کشور ما قرار گرفته است. در چند ده ساله آخر تقریباً 3.1 حجم عمومی پیریک‌های کشور ما که زیاده از 60% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی از آنها تشکل می‌یابد از بین رفته است. در این زمینه کشور ما با مقصد اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریک‌ها، مشخص نمودن روز جهانی حفظ پیریک‌ها و تأسیس بنیاد بین المللی حفظ پیریک‌ها یکجا با شریکان بین ما همیشه جانبدار رشد همکاری‌های سازنده با کشورهای آسیای مرکزی در اساس اصول دوستی و همکاری، حسن همجواری و احترام و اعتماد طرفین در منطقه می‌باشد. در برابر این تاکید می‌سازم که در شرایط نهایت حساس و مرکب منطقه و جهان در نزد ما وظیفه‌های بغاید مبرم امنیتی از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی، اینچنین مهاجرت طرف شدت گرفته ایستاده‌اند.
چنان که مشاهده میکنیم وضعیت در این کشور همسایه نزدیک ما همانا پیچیده و مرکب باقی میماند. زیاده از 20 سال می شود که تاجیکستان از منبر سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و منطقوی دقت جامعه جهانی را به قضیه افغانستان جلب می‌نماید. بار دیگر تکرار میکنم که حالت فاجعه باری در این کشور به عمل آمده گناه مردم دارای تمدن و تاریخ و فرهنگ بسیار قدیمی افغانستان نیست، بلکه نتیجه دخالت خارجی به کارهای داخلی آن می باشد که بیش از 43 سال این جانب ادامه دارد. مردم تاجیکستان نتیجه دخالت دایره‌های منفعت‌دار خارجی را که باعث سر زدن جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گذشته به هلاکت رسیدن بیش از 150,000 نفر و یتیم ماندن زیاده از 50,000 نفر کودکان گردید هرگز فراموش نمی‌کنیم. بنابراین ما که چنین تجربه تلخ تاریخی داریم هیچگاه با مسائل داخلی همسایه‌های خود دخالت نمی‌کنیم و در مناسبت با آنها یگان هدفی غرضناک نداریم. ما همیشه جانبدار آن هستیم که در کشورهای همسایه ما صلح و آرامی و ثبات سیاسی حکم فرما باشد و ما توانیم که با آنها در فضای همسایگی نیک و همکاری سازنده زندگی کنیم. محض با همین سبب تاجیکستان همچون همسایه نزدیکترین افغانستان با تقدیر مردم اذیت کشیده این کشور بی تفاوت بوده نمیتواند. ما چنین میشماریم که سرجم ساختن تمام مردم و تأسیس دادن حکومت فراگیر منفعت‌ها و نمایندگان همه قوم و ملت‌ها و نیروهای سیاسی یگانه راهی رسیدن به ثبات و آرامی در افغانستان می باشد. تکرارا قاطع نشان می سازم که مردم افغانستان با امکانیت و اقتدار بزرگ سیاسی، تمدنی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که دارند باید تقدیر امروز و آینده خود را به دست گیرند. یعنی شاخت دولتداری و طرز اداره دولت با میل و اراده و رأی خود مردم این کشور معین و مقرر کرده شود. امروز افغانستان متاسفانه گرفتار بحران عمیق سیاسی و گومانیتری می باشد که می تواند عاقبت‌های جدی دراز مدت را به بار آورد. در رابطه با این از جانب جامعه جهانی به مردم اذیت کشیده افغانستان رسانیدن کمک‌های بشری مقصدناک را امری ضروری می‌دانیم. در این روند به حکومت مملکت سپارش داده می‌شود که در دایره امکان برای رسانیدن کمک بشردوستانه به مردم برادر افغانستان چاره‌جویی نماید. تاجیکستان در هم آهنگی با سازمان‌های مربوطه بین المللی امکانیت‌های وسیع لوجستیکی خود را در این جهت پیشنهاد کرده است. حالا 6 پل در زمان صاحب استقلالی در سرحدات دو کشور بنیاد گردیده برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه بر مردم برادر افغانستان فعالیت کرده ایستاده است. من بارها تاکید کرده بودم و حالا بار دیگر ابراز می‌دارم که وضعیت افغانستان با امنیت و ثبات و آرامی منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تأثیری بی‌واسطه دارد. زیرا تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر خط سرحد دارد که 60% سرحد عمومی منطقه آسیای مرکزی با این کشور تشکیل میده. یعنی تمام مشکلاتی که در منطقه‌های ذکر شده مرزی به وجود می آید از جمله قاچاق روز به روز افزاینده مواد مخدر مستقیما و قبل از همه به دوش تاجیکستان قرار می‌گیرد. بنابراین ما همیشه
جانبداری هرچی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی و ثبات سیاسی در قلمرو این کشوری همسایه می باشد. من این سخنها را در اساس تجربه طاق جنگ تعمیلی شهروندی سالهای 90 تاجیکستان می گویم. اگر افغانستان در آن ایام آرام و باثبات می بود، گروه های اکستریمیستی و تروریستی از جمله شهروندان ما با کمک و دستگیری کشورهای منفعتدار تشکیل گردیده نمی توانستند قلمرو آن را همچون پایگاهی اعمال خونین خود بر ضد تاجیکستان استفاده نمایند. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، هموطنان عزیز، راه طی کرده کشور صاحب استقلال ما در دوام 30 سال گذشته این چنین دستاوردهایی که ما در این مدت به آنها نائل گردیدیم یک نکته بسیار مهم را واضح و روشن ثابت ساختند. مردم شهروند تاجیک می توانند در شرایط مرکب و بحرانی جهان معاصر با ننگ و ناموس وطنداری، حس بلند ملی و اراده قوی وطن مقدس خود را حفظ کنند، آن را باز هم آباد نمایند و نفوذ آبروی تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار را در عرصه بین المللی بلند بردارند. در این دوره محض به شرافت زحمت صادقانه خلق عزیز تاجیکستان و دستگیری و پشتیبانی خرد و بزرگ کشور از سیاست پیشگرفته رهبریت دولت و حکومت ما مشکلات زیادی اقتصادی و اجتماعی را برطرف ساخته یک کشور آرام و باثبات و رو به ترقی را بنیاد نمودیم. ما برای آینده نیک مردممان به خاطر تقویت اقتدار اقتصادی دولتمان، آبادی وطنمان و مهمتر از همه منتظم بهتر نمودن سطح و صفت زندگی خلقمان پای دیواری مستحکم گذاشت. نقشه های سازنده ما در دایره 4 هدف استراتژیکی ملی و برنامه های مهم تعریضی گردیدند. ما تا امروز در جاده عملی نمودن آنها خیلی کارها را انجام داد. باور دارم که وکیلان پارلمانت، اعضای حکومت، خدمتچیان دولتی و عموما مردم شریف کشور تمام سعی و تلاش وطندوستانه خود را به خاطر عملی نمودن نقشه و برنامه های قبول شده از جمله تطبیق نقشه های صنعتی کنانی، آبادی و سازندگی وطن و با دستاوردهای باز هم بیشتر استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان سفربر می سازند. با حکومت مملکت، وزارت اداره و مقامات اجرای محلی و حکومت دولتی سپارش داده می شود که در مدت 6 ماه نقشه چهاربینی را برای استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالات دولتی و سالهای رشد صنعت تهیه کرده جهت بررسی و تصدیق برابر دولت پیشنهاد نماید. ما باید در 5 سال آینده تمام ذخیره و امکانیت ها و سعی و تلاش خود را به خاطر رشد و ترقیات دولتی صاحب استقلالمان، آبادی وطن محبوبمان و استقبال ارزنده این جشن مبارک و مقدس ملی سفربر نماییم. هموطنان عزیز ما خوب مشاهده میکنند که با گذشت سالها وضع جهان مرکب و پیچیده و تهدید و خطرهای معاصر باز هم آشکار و شدید گردیده ایستادند. از این رو ما باید از صاحب دولتی و صاحب وطن بودنمان دائم شکرانه کنیم، همیشه هوشیار و زیرک و سرجم و متعهد باشیم.
ما باید همیشه با صبر و تحمل باشیم، همدیگر را همیشه دستگیری کنیم، به یتیمان و معیوان و عائله های کم بضاعت غمخواری نماییم. وطن ما را صدقاً دوست داریم. فرزندانمان را در همین رویت تربیت کنیم. به وطن، ملت و دولت خود هرگز خیانت نکنیم، زیرا خیانت را نه خدا می بخشد و نه بنده های خدا. ما خوب می دانیم که در زندگی ولی اعتماد کامل داریم که تمام مشکلات و کمبودی ها را خودمان و با زحمت اهلانه و صادقانه مردم سربلندمان در سالهای نزدیکترین برطرف می سازیم. تأکید می سازم که تنها عزم و اراده قوی، اعتماد به فردای نیک، زحمت صافدلانه به نفع وطن و دولت می تواند ما را به هدفهای عالیمان رساند. سلامت باشید. به وطنان عزیزم مراجعت کرده یک نکته مهم را خاطرشان می سازم. مادامی که ما همه یک جا یک کشور در دم هلاکت قرار داشته را به قلمرو صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و شکوفایی و آبادی تبدیل دادیم، قادر هستیم که همه مشکلات دیگر را نیز برطرف کرده در آینده نزدیک تاجیکستان محبوبمان را با زحمت سرجمعانه و وطن دوستانه باز هم آباد و پیشرفته گردانیم و آبروی آن را در عرصه بین المللی برهم برداریم. برای عملی گشتن همه آرزوهای نیک، نقشه‌های نیک، پیش از همه اعضای حکومت، وکیلان محترم، خدمتچیان دولتی همه غیرت داشته باشه، وجدان پاک. هیچگاه فراموش نکنید وظیفه مقدس ما شما خدمت صادقانه به خلق عزیز کردن است. دیگر یگان وظیفه دیگر ندارد. در دنیا کار نوشتگی نیست. در دنیا کار نوشتگی نیست. انشاءالله ما همه مشکلات را با سرجمی، با صبر و تحمل، با زحمت پاک و حلال یک جایگی پس سر میکنیم. فقط همین که حس بلند ملی، خب صادق به وطن و دولت خوب بودن. باوری کامل دارم که اگر همه سرجم ما زحمت کشیم، نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی ما، مشکلات های ما در سالهای نزدیکترین برطرف میگردند. از ما و شما وابستگی دارد. از ما و شما صداقت به سرزمین. تاکید میکنم در هیچ حالت، در یگان حالت خیانت به ملت، خیانت به دولت وطن خود نکنید.
برای خلق عزیز ما شخصانی تشبسکار در کن که باوری داشت در 3 سال برای جشن 30 سالگی چقدر این 25 هزار انشاءات این به گفتن راست میاد به زبان در زبان. من شاهد بودم چگونه ما صاحب کارها رو بنگ ناموس ما چگونه نه که صاحب کارها ما خودی جماعتچگی مردم اهالی چقدر این تشبسات را چقدر کارهای آبادانی کردند چقدر محلهای اهل‌نشین دههای ما آباد شدند چقدر اینه که در 10 سالها کردن نتوانستیم. من باوری کامل دارم در یک جایی بار دیگر میارا را محکم بسته در 5 سال دیگر تا 35 سالگی باقی مانده تا دههای دو دسترین ما کوشش کنیم که رشد و ترقیات دهات را نیز با مثل شهرها آباد و زیبا گردانیم و کارخانه‌های صنعتی بنیاد کنیم جای کاری بنیاد کنیم اقتدار صادراتی دولت را بلند برداریم که از محتاجایی که امروز دولت دارد بیرون سازیم کادرهای